أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الاذکاری، کتاب درباره ذکرها، باب فضل الذکر والحث علیه، یعنی باب در مسئله تشویق کردن بر ذکر و فضیلت و برتری و ثواب ذکر کردن. پس ما و شما از این کتاب و از این باب 2 درس گرفتیم و حالا باشد درس سیوم را براتون تقدیم خواهم گردانید. درس سوم ما و شما از حدیث 1414 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1414 کتاب ریاض الصالحینش می گوید وعن ثوبان رضی الله عنه قال، یعنی از ثوبان رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، یعنی هنگامی که انصرف من صلاته، یعنی نمازش را تمام می کرد، استغفر ثلاثا، 3 بار استغفر الله می گفت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازش را به پایان می رسانید و نمازش را به خاتمه می رسانید، می گفت که استغفر الله استغفر الله استغفر الله. و قال، بعد از 3 بار گفتن استغفر الله می گفت اللهم انت السلام و منك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی که ای بار الها تو سلام هستی و منک السلام، ای بار الها سلامتی از جانب تو هست، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، با برکت هستی تو ای صاحب عظمت و صاحب اکرام، ای الله صاحب عظمت، تو با برکت هستی. قیل للاوزاعی، پس اوزاعی را گفته شد و هو احد الروات الحدیث، اوزاعی یکی از راوی های این حدیث می باشد. اوزاعی را کسی گفت که کیف الاستغفار، یعنی استغفار گفتن چی گونه هست؟ قال تقول، اوزاعی رحمه الله گفت که میگویی که استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یعنی گفتن استغفر الله است. همین طور استغفر الله هم میگویی، یعنی که طلب مغفرت میکنم از الله، طلب مغفرت میکنم از الله، طلب مغفرت میکنم از الله. این طور 3 بار استغفار میکنیم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس چی طوره که درس گذشته بیان کردیم که ذکرها به 2 قسم تقسیم می شود، ذکرهای مقید و ذکرهای غیر مقید. ما و شما درس گذشته درباره ذکرهای غیر مقید گرفتیم، یعنی که ذکرهایی که هر وقت میتونی اون ذکرها را بگویی. اما این حدیث 1414 این ذکر مقید است، یعنی ذکری که بعد از نماز گفته می شود. وقتی نماز سلام می دهی بعدش 3 بار استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگویی. بعد از این میگویی اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. این ذکر را میگویی، این ذکر مقید است، یعنی بعد از نماز. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 1415 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله
در زیر حدیث 1415 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال. میگوید که از مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا فرغ من الصلاة، یعنی هنگامی که فارغ میشد از نماز، یعنی وقتی که نماز رو به پایان میرساند، سلم، یعنی سلام میداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد از سلام دادن از نماز میگفت که لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این ذکر را میگفت، یعنی این ذکر هم همچنین ذکری مقید هست، ذکری که بعد از نماز گفته می شود. اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که لا اله الا الله، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله، وحده، تنها و تنها معبودی بر حق الله یگانه هست، لا شریک له، در بر الله شریک وجود ندارد، الله شریک ندارد، له الملک و له الحمد، یعنی از آن الله هست فرمان روایی، از آن الله هست ملک و پادشاهی و فرمان روایی، این فقط و فقط الله جل جلاله است. یعنی همه ملک از آن الله هست، فرمان روایی مطلق به دست الله جل جلاله است. و له الحمد، و از آن الله جل جلاله است حمد و ستایش، یعنی الله سبحانه و تعالی را ما باید همیشه حمد بگوییم، چطوری که ما و شما از حال رسول الله صلی الله علیه و سلم با خبر هستیم که همیشه رسول الله حمد و ستایش الله را میگفت، چی در حالت خرسندی و شادی و خوشحالی باشد، در حالت خرسندی و یک خرسندی بالای رسول الله می اومد، رسول الله میگفت که الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات، یعنی حمد و ستایش الله را که بنعمته، یعنی با لطف و کرمش، تتم الصالحات، یعنی نیکی ها را به انجام میرساند. حمد و ستایش الله را که با لطف و کرمش نیکی ها را به انجام میرساند. در حالت خرسندی رسول الله صلی الله علیه وسلم اینطور الله را ستایش میکرد. اما یکان حالت وزمینی می آمد، حالت غم انگیزی، حالت مشکلات، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت که الحمدلله علی کل حال، یعنی حمد و ستایش الله را بر هر حالتی که هستیم، در هر حالی که هستیم حمد و ستایش میکنیم الله را. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم دادگی است و ما و شما را یاد دادگی است که ما باید همیشه یاد الله جل جلاله را بکنیم، چی در حالت غم باشیم، مشکلات باشیم، چی در حالت خرسندی و شادی باشیم، باید حمد و ستایش الله را بکنیم. و له الحمد، پس حمد و ستایش در همه صورت فقط و فقط برای الله جل جلاله است. و هو علی کل شیء قدیر، الله جل جلاله به تمام چیز قادر و قدرتمند است، توانایی دارد. الله سبحانه و تعالی، قدرت الله جل جلاله قدرت مطلق است، یعنی محدود نمی باشد. الله سبحانه و تعالی به تمام کار قدرت و توانایی دارد. اللهم لا مانع لما اعطیت، یعنی ای بار الها مانع نیست برای آن چیزی که تو دادی، یعنی آن چیزی که الله تو دادی کسی پیش راهش گرفتن نمیتواند. ولا معطی لما منعت، و همچنین دیهنده نیست هر آن چیزی را که الله جل جلاله باز دارد. وقتی که الله سبحانه و تعالی برای بنده یک چیز را نداد،
کسی دیگر داده نمیتواند. وقتی که الله سبحانه و تعالی یک چیز را برای بنده داد، کسی پیش راه آن را گرفته نمیتواند. پس هر چیزی که به دست میاری این همه دادی الله جل جلاله است. این را الله سبحانه و تعالی برات دادگی است. هر چیزی که به دست میاری این دادی الله جل جلاله است. اما اون کسی که برای تو آن چیز را میدهد، مثلا یک کس میارد برای تو یک چیز را میدهد، دهنده اصلی و واقعی این الله جل جلاله است. اما این بنده یا این شخصی که برای تو آورده میدهد، این سبب است که الله جل جلاله برای این انسان را سبب گردانید که برای تو آورده آن چیز را میدهد. اما سبب را همچنین ما باید سپاسگزاری بکنیم، یعنی که الله را دهنده واقعی را ستایش میکنیم و حمد و ثنایش را میگوییم. اما این شخصی که سبب میشود برای ما یک چیز را میدهد، این سبب را همچنین ما تشکر میگوییم. زیرا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که من صنع الیکم معروفا فکافئوه، یعنی هر کسی که برای شما یک کاری نیک انجام داد، پس شما برای اون انسان جبران بکنید، مکافاتش بدهید. اون انسانی که سبب شدگی است برای کاری نیک کردن که در شما یک نیکی کرد، پس شما جبران کنید اون نیکیش را، مکافاتش بدهید. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه پس اگر که شما مکافات نیافتید، جبرانی در مقابل اون نیکیش جبران کرده نتوانستید با چیزه، فَإِن لَمْ تَجِدُوا ما تکافئونه، یعنی چیزی پیدا نکردید که اون انسان را مکافات بدهید، فَادْعُوا لَهُ، پس در حق اون انسان دعا بکنید، اون سبب را در حقش دعا بکنید. حتی تروا انکم قد کافأتموه، یعنی تا اندازه ای که شما تصور کنید، احساس کنید که واقعا شما جبران کردید، مکافاتش را دادید. یعنی در حقش دعای زیاد کنید. اون انسانی که سبب می شود شما به نعمتی که می رسید، سبب را همچنین در حقش دعا کنید یا مکافاتش بدهید. پس این راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس دهنده واقعی الله سبحانه و تعالی است. اما اون بنده ای که سبب می شود، اون را در حقش باید دعا کرد یا اون را همچنین باید مکافات داد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دعا میگوید که و فایده نمی رساند صاحب نسب را و صاحب مال و ملک و ثروتمند را در مقابل الله جل جلاله، ثروتش و نسبش هیچ فایده رسانده نمیتواند. یعنی انسان اگر که از بزرگترین نسب باشد، در نزد الله جل جلاله این نسبش هیچ فایده اش کرده نمیتواند. یا یک انسان ثروتمندترین انسان باشد، دارایی تمام چیز باشد، تمام چیز را دارا باشد، این انسان را همچنین این داراییش هیچ فایده اش رسانده نمیتواند در مقابل الله جل جلاله. فقط و فقط یگانه شفا دهنده و فایده رساننده این الله جل جلاله است. غیر الله جل جلاله کسی در این کار قدرت ندارد، نه مال و نه ملک، نه شخص معین، نه مخلوق معین این قدرت را ندارد. این از حدیث متفق علیه. پس این بود دویم حدیث درباره ذکرهای مقید که بعد از نماز گفته می شود. و سومین حدیثی که همچنین درباره ذکر مقید است، حدیث 1416 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1416 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما انه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم، یعنی که از عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم
بعد از هر نماز وقتی که سلام میداد میگفت که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از سلام دادن هر نماز این ذکر را میگفت. این ذکر هم همچنین ذکر مقید هست، یعنی که بعد از نماز گفته می شود. خب این ذکر چی است؟ لا اله الا الله، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله، وحده معبودی بر حق یگانه الله تنها هست، لا شریک له در بر الله شریک نیست، له الملک ملک و پادشاهی همه از جانب الله است، همه از الله جل جلاله است، و له الحمد حمد و ستایش هم خاص الله سبحانه و تعالی است در همه صورت، و هو علی کل شیء قدیر الله جل جلاله به همه چیز قدرتمند و توانایی مطلق دارد. لا حول ولا قوة الا بالله نیست بازدارنده و نیست قوت دهنده بجز الله جل جلاله، یعنی که از راه حرام و پلید بازدارنده که انسان قدرتی باز ایستادن از اون گناه را دارد، این بازدارندهش الله جل جلاله است. و همچنین قوت دهنده که عبادت میکنی، کارهای نیک و خیر را میکنی، بگم قوت دهنده این کار خیر الله جل جلاله است که برای تو قوت میدهد. لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله، ولا نعبد الا ایاه ما عبادت نمی کنیم مگر الله یگانه را، فقط و فقط ما الله یگانه را عبادت می کنیم. له النعمت یعنی نعمت از آن الله جل جلاله است، و له الفضل فضل و بزرگی هم خاص الله سبحانه و تعالی هست، و له الثناء الحسن و ثنا و ستایش نیک فقط برای الله و لایق الله یگانه هست. لا اله الا الله نیست معبودی بر حق بجز الله، مخلصین له الدین یعنی با اخلاصانه برای الله جل جلاله عملهای نیک را انجام میدهیم. مخلصین له الدین یعنی با اخلاص فقط و فقط برای الله عملهای نیک را انجام میدهیم، برای الله جل جلاله کارهای نیک را انجام میدهیم. ولو کره الکافرون و اگر هرچنده که بد ببینن کافرها و اگر هرچنده که کافرها را خوش نآید، ما فقط و فقط برای الله جل جلاله عمل نیک را انجام میدهیم، یعنی که عملهای ما خاص برای الله سبحانه و تعالی می باشد. پس این بود از ذکرهای مقید. همچنین قال الزبیر قال ابن الزبیر رضی الله عنه میگوید و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یهلل بهن دبر کل صلات مکتوبه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه میگفت به زبان می آورد همین ذکرها را بعد از هر نماز فرضی. وقتی نماز فرضی را سلام میداد، پیش از آنی که سنت بعدیش را بخواند، اول میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این ذکرها را میگفتند، بعد از این نماز سنتشان را میخواندند، یعنی که این ذکرها بعد نماز فرضی گفته میشود. پس اینها ذکرهای مقید است و ناگفته نماند که این ذکرها را میشود پیش قفا آورد، یعنی که ترتیبش حتمی نیست، هر کدامش که در ذهنتون می آید همون را بگوید می شود. اما بهتر و خوبتر افضلتر این است که وقتی که انسان در نماز سلام می دهد، بعد از سلام دادن اولین کلمات و ذکر را که می گوید 3 بار بگوید که استغفر الله استغفر الله استغفر الله. 3 بار این ذکر را بگوید. بعد از این
اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. بعدش این ذکر را بگوید. بعد از این دیگر ذکرهایی که حالا گفتیم در حدیث 1415 یا که در حدیث 1416 دیگر این ذکرها را اول اینش را بعد اونش را یا که هر کدامش را که میگوید این ذکرها را بگوید جایز و درست است. یعنی که ترتیب حتمی نیست، هر کدامش را بگوید میشود. پس اینها بودن ذکرهای مقید که بعد از نمازها گفته می شود. بعد از این حدیثی، این بود حدیث 1416 کتاب ریاض الصالحین. این حدیث را امام مسلم روایت کردگی بود. بعد از این حدیث 1417 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1417 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن ابي هريره رضي الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت ان فقراء المهاجرین اتوا رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالوا، میگه هر آینه فقیران مهاجر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن. پس رسول الله را گفتند که ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا، رسول الله را گفتند که ثروتمندان از خود کردن یا صاحب و نائل شدن درجات والا و بزرگ و درجه های بالا را گفتن ثروتمندان از خود کردن، نائل شدن. و النعیم المقیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم را فقیران مهاجر گفتن که ثروتمندان نائل شدن با نعمت های جاودانه. یصلون کما نصلی، اکنون علت را گفتن که اونها نماز میخونن چی طوری که ما نماز میخونیم، یعنی ثروتمندان نماز میخونن چی طوری که ما هم نماز میخونیم. و یصومون کما نصوم، ثروتمندان روزه میگیرن چی طوری که ما هم روزه میگیریم، یعنی که در این عبادت ها ما شریک هستیم. و لهم فضل، و رسول الله صلی الله علیه وسلم را گفتن که باز گفتن اون ثروتمندان فضیلت دارن، برتری دیگر دارن من اموالین، یعنی که از مالهایشان، یعنی که فضیلت دارن که من اموالهم به سبب مالهایشان با اون فضیلت و برتری میرسن. یعنی چیکار میکنن؟ یحجون، ثروتمندان حج میکنن، کمبغلان حج کردن نمیتوانند. و یعتمرون، ثروتمندان عمره میکنن، کمبغلان و فقیران عمره کردن نمیتوانند. و یجاهدون، و جهاد میکنن، یعنی که ثروتمندان با مالهایشان جهاد میکنن، کمبغلان با مالها جهاد کردن نمیتوانند. و یتصدقون، و ثروتمندان صدقه میدهند و کمبغلان و ناداران صدقه دادن نمیتوانند. پس آمدن نزد رسول الله مهاجرین فقیر این شکایت را کردند. فقال، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجران را گفتند که الا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم، گفتن آیا آگاه کنم، آیا بیاموزانم، آیا تعلیم بدهم شما را به چیزی که تدرکون به من سبقکم، یعنی میرسید و میرساند شما را همین چیزی که حالا براتون می آموزانم کسانی که پیش از شما بودن، کسانی که شما را پیشه گرفتگی بودن، یعنی که کسانی که از شما پیش هستند شما با اونها می توانید برسید. و تسبقون به من بعدکم، و شما سبقت میکنید، میگذرید کسانی که آینده شما هستند، یعنی کسانی که بعد شما میآیند اونها را شما سبقت میکنید. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در اینجا اصحاب تشویق کنانید که آیا من برای شما چیزی را بیاموزانم که پیش گرفته پیشینه های خودتون را شما بگیم با پیشینه هایتون برسید و بعدینه هایتون را سبقت کنید و پیش بروید. ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت و نمی باشد کسی افضلتر از شما مگر کسی که بکند مثل که شما کردید، یعنی همون هر کسی که چیزی را که شما کردید همان چیز را بکند پس اون به درجه شما
میتواند برسد، اون هم میتواند به درجه شما برسد؟ قالوا بله یا رسول الله، اصحاب گفتن بله، یعنی ای رسول الله اون چیز رو برای ما بیاموزان. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که تسبحون و تحمدون، یعنی گفت رسول الله گفتن تسبیح بگویید، سبحان الله بگویید، و تحمدون و الحمدلله بگویید، و تکبرون و الله اکبر بگویید خلف کل صلات 33، یعنی بعد از هر نماز 33 باری سبحان الله، الحمدلله و الله اکبر بگویید. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مهاجرین فقیر این ذکر را تعلیم دادند. قال ابو صالح الراوی عن ابی هریره، یعنی که ابو صالح راوی این حدیث که از ابو هریره این حدیث را روایت کرده است، همین ابو صالح میگوید لما سئل عن کیفیت ذکرهن، وقتی که پرسیده شد درباره چی طور ذکر کردن این سبحان الله الحمدلله الله اکبر، قال یقول، پس گفت که انسان میگوید سبحان الله والحمدلله والله اکبر، یعنی این ذکرها را میگوید حتی یکون منهن کلهن 33، یعنی تا اینکه هر یک تا اینها سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر هر یک کدامش 33 باری شود، یعنی هر یک کدامش 33 باری گفته می شود. این حدیث متفق علیه است. امام نووی رحمه الله میگه و زاد مسلم فی روایته، امام مسلم در روایتش زیادتی آوردگی است، میگه که فرجع فقراء المهاجرین الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه بعد از اون که رسول الله برای فقیران مهاجر این را تعلیم کی داد، چند قبل بعد میگه باز مهاجران نزد رسول الله گشتند و آمدند گفتند فقالوا، پس مهاجران فقیر گفتند که سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا، گفتند خبردار شدند برادران ثروتمندانمان با آن چیزی که ما میکردیم، همون ذکر را که ما میکردیم، گفتن ثروتمندانم با اون ذکر، از اون ذکر خبردار شدن، شنیدن اون ذکر را، فضیلتش را شنیدن، ففعلوا مثله، پس مثل ذکری که ما میکردیم به مثل همین اون اهل ثروت و اون مالدارها هم گفتن به مثل ما ذکر میکنن، یعنی که باز ما را دریافت کردن، باز از ما بالاتر شدن که در همه ذکرها با ما شریک هستند و اما کارهای با مال و ملکشان اونها میکنن، ما اون را کردن نمیتوانیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، یعنی این فضل الله جل جلاله است، میدهد الله سبحانه و تعالی به هر کس که بخواهد. یعنی که وقتی که ثروتمند هم مال و ملک دارد، هم این ذکرها را، این سنتها را همش به جا می آورد، هم صدقه می کند و هم با مالش عبادتهای را انجام می دهد، پس این فضل الله است که الله سبحانه و تعالی برای اونها دادگی است، برای ثروتمندان این فضل را داده است الله سبحانه و تعالی. یعنی که این حدیث ما و شما را آگاه میکناند که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر شوقمند و رغبتمندی و رغبت داشتند به عبادت که به ذکر که میخواستند هر ذکر را، هر عبادت را از رسول الله میشنیدند با اون چنگ میزدند و با اون عمل میکردند. این بود حدیث 1417 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1418 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1418 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من سبح الله فی دبر کل صلاة 33، یعنی هر کسی که سبحان الله بگوید بعد از هر نماز 33 بار، و حمد الله 33 و الحمدلله بگوید 33 بار،
و کبر الله 33 و الله اکبر بگوید 33 بار و قال تمام المئتی، یعنی و بگوید و پره بکند 100 بار را، یعنی 33 99 و 100 بار بگوید که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. بعد 100 بار میگه این ذکر را بگوید غفرت خطایاه، همه گناهانش بخشیده می شود. و این کانت مثل زبد البحر، و اگر هرچند میگه گناهانش به مثل کف بحر باشد، همه این میگه بخشیده می شود با گفتن این ذکرهای مبارک. این ذکرها معناش یعنی سبحان الله 33 بار، یعنی پاک است الله 33 بار سبحان الله بگوید. الحمدلله 33 بار، یعنی که حمد و ستایش الله را 33 بار بگوید. الله اکبر 33 بار بگوید، یعنی که الله بزرگ است 33 بار بگوید. بعد از این بگوید لا اله الا الله، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله، وحده لا شریک له، تنها الله شریک در برش ندارد، له الملک و له الحمد، یعنی ملک و فرمان روایی همه از الله جل جلاله است و حمد و ستایش خاص الله است و هو علی کل شیء قدیر. الله سبحانه و تعالی به تمام کار قدرت و توانایی دارد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این هم همچنین حدیثی مقید است که بعد از ذکر مقید است که بعد از نمازها این ذکرها گفته می شوند. بعد از این حدیث 1419 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1419 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن کعب بن عجرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از کعب بن عجرة رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند معقبات لا یخیب قائلهن او فاعلهن دبر کل صلاة مکتوبة. رسول الله گفتند معقبات است، یعنی ذکرهای هست، اذکار هست که لا یخیب، یعنی پشیمان نمی شود و ناکام نمی شود، قائلهن، یعنی گوینده این اذکار، گوینده این ذکرها، او فاعلهن، یا انجام دهنده این ذکرها، دبر کل صلاة مکتوبة، یعنی بعد از هر نماز فرضی، یعنی هر ذکرهایی هست که هر انسان بعد از هر نماز فرضی اون ذکرها را بجا بیارد، اون انسان ناکام نمی شود، اون انسان پشیمان نمی شود، اون انسان ضرر نمی بیند. اون ذکرها چی هستند؟ 33 تسبیحة، یعنی 33 بار سبحان الله بگوید و 33 تحمیدة و 33 بار الحمدلله بگوید و 34 تکبیرة و 34 بار الله اکبر بگوید. هر کسی که میگوید این ذکرها را بعد از نماز بگوید، اون انسان پشیمان نمی شود و ناکام نمی شود و ضرر نمی بیند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این حدیثی امام مسلم است و ذکری مقید هست، یعنی بعد از نماز گفته می شود. و تا اینجا این حدیث ها همه ذکرهای مقید بودند که بعد از نمازها گفته می شوند. اکنون درباره تسبیحات بعد از نماز چند شکلی تسبیح گویی داریم ما. اولین شکل تسبیح گویی همین است که 33 بار سبحان الله میگویی، 33 بار الحمدلله میگویی، 33 بار الله اکبر میگویی و 100 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر میگویی. این یکم طریقه ذکر کردن بعد از نماز است. و دویم طریقه و رویش ذکرهای بعد از نماز این است که 25 بار سبحان الله میگویی، 25 بار الحمدلله میگویی، 25 بار لا اله الا الله میگویی، 25 بار دیگر الله اکبر میگویی، همگی 100 بار میشود. این دویم طریقه
ذکر کردن است. این هم جایز و درست است. و سوم طریقه ذکرهای بعد از نماز، یعنی تسبیحات را گفتن بعد از نماز، این هست که 10 بار سبحان الله میگویی، 10 بار الحمدلله میگویی، 10 بار الله اکبر میگویی. این طریقه ذکر از غیر از این باز بعضی طریقه دیگر هم در روایت ها ما و شما داریم. پس ما و شما میتونیم که این ذکرها را گوناگون بگیم، یعنی یک بار 33 بار سبحان الله، 33 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله که گفتیم، بار دیگر این را 25 باری بگوییم، مثلا 25 بار سبحان الله، 25 بار الحمدلله، 25 بار لا اله الا الله، 25 بار الله اکبر. اگر که وقت کم باشد می شود 3 باری 10 باری بگوییم سبحان الله، 10 بار الحمدلله، 10 بار الله اکبر، 10 بار. یا روش چهارمی که در حدیث ها همچنین میاد، آخرین حدیثی که حالا ما و شما خواندیم، حدیث 1419، یعنی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر بگویی. اینها هم طریقه و روش های ذکرها هستند. اینها را می شود که بعد هر نماز گوناگون ذکر کرد، یعنی که یک تر لازم نمیگیریم و هر کدامش را در هر نماز عملی میگردونیم. وقتمون کمتر باشد اون عددهای کم میگوییم، وقتمون به حضور باشد اون عددهای زیاد را میگوییم تا اینکه نائل و صاحب و برسیم به این ثواب ها، نائل این ثواب ها شویم و به این ثواب ها نصیب ما و شما بگردد، این ثواب هایی که، این فضیلت هایی که برای ذکرهای بعد از نماز وجود دارند. این بود حدیث 1419 هم. تا به اینجا اینها هم حدیث ها درباره ذکرهای مقید بعد از نماز بود. با همین ذکرهای مقید بعد از سلام دادن نماز به آخر رسید. بعد از این حدیث 1420 شروع می شود ذکرهایی که در درون نماز گفته می شوند، ذکرهایی که در درون نماز گفته می شوند. تا اینجا این درس امروزه همون همه ذکرهای بعد از سلام دادن نماز بود. اما درس آینده انشاءالله همچنین ذکرهای مقید است، اما در داخل نماز، در داخل نماز کدام ذکرها را ما و شما باید بگوییم. خب این بود درس امروزه همون. و در آخر میخوام یک چیز را یادرس بکنم، به همین درس را به پایان برسانم. چطوره که ما و شما میبینیم در همه این ذکرها میگه فی دبر کل صلاتین، فی دبر کل صلاتین مکتوبتین، یعنی بعد از هر نمازی فرضی. ببین نمیگه که بعد از سنت های نمازها، یعنی که این ذکرها بعد نمازهای فرضی گفته میشه. وقتی نماز فرض خلاص میکنی این ذکرها را میگویی، نه اینکه بعد از سنت، مثلا نماز پیشین سنت دارد، فرضا را نماز فرض خلاص میکنی این ذکرها را میگویی، بعد میخیزی سنت را میخوانی. نماز شام سنت دارد، اول این ذکرها را میگویی، بعد میخیزی سنت را میخوانی. نماز خفتن سنت دارد، اول این ذکرها را میگویی، بعد میخیزی نماز سنت را میخوانی، بعدش نماز وتر را انجام میدهی. این طریقه ذکر کردن است، که در این حدیث همش دبور کل صلاتین میگه، یعنی که بعد از نماز صلاتین مکتوبتین، یعنی بعد از هر نمازی فرضی گفته تاکید میشود یا لفظ ذکر میشود. پس از این سبب ما باید این ذکرها را بعد از نماز فرضی بگوییم، نه بعد از سنت. این یادرسه که برای عملی کردن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمل کردن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این بود درس امروزمون. اکنون درس امروزه را در اینجا به پایان میرسونم و از حدیث 1420 که چطوری که قید کردیم ذکرهای مقید در داخل نماز است، انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.